السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شاهد هستیم که داره اینجا ما 3 ساعت از این سفر داره. خلاصی گپ از آن ویدیو فهمیدیم که اکثریت مردم، بسیاری مردم که کم که قرآنخوانی میدونن، کم که بعضی ها چگونه که میگن داخلمان دست پیر دارم، من دعا دادگم، من دست پیر دادگم، اگر الهی هم پای پیرت بتن فایده نداره. یعنی طلب علم کردن در کارای، یعنی به طرز شوخی خطی میگم. و چی خاطر؟ به خاطری که اکثریت مردم ما را زنگ میزنن، بچه های یاش بعضیش 19 ساله، 18 ساله، 17 ساله، بعضیش 20-25. خلاصی گپ بچه های یاش زنگ میزنن که ما دست پیر داریم، میخواهیم که جینخوان شیم، میخواهیم که جینخوانی کنیم. ما قصیده میخونیم، قصیده بریده میخونیم، قصیده تیپید میخونیم. هم خیلی میگه خلاصی گپ میخونیم. میگم خلاصی گپ که نصیحت ما یا که توصیه ما برای انسانانی که میخواهند همین کار را کنند. همین کار به مثل کردیت نه، کردیت میگیری و در اول میفرد و خانه خدمت میگه میدرای راحت میکنی، نه که هر ماه فکری باید در سر که باید اپلای شد کنی کردیت پرسنش دیگه و دیگه شد. اما انسانانی که جینخوانی میکنن حدی اقل باید از سینی 35-40 بالا باشه تا اینکه آمین الله اکبر بگه دیگه فرزنددار نمیشه. مثلا آمین خطیب الحمدلله بسای مثلا هم خیلی نیت مرام خطی اگر باشه بعد جینخوانی که نمیشه، یا اینکه فرزندهاش کلام باشن که حدی اقل قرآن خوانده بتونن، ذکر از کار صبح شام بخوانن تا اینکه هم جین شیاطین ضررشون نرسونن. اکثریت مردمی که همین کارا رو میکنن پرسانشون کنین خوشبختی رو فراموش کردگی، سعادتمندی، یعنی فکر پریشان، عصب خرابه. یعنی اکثریت همین جینخونانا بشنی قچون بپرسینشون میبینی شو قچ گپ دسته هش دا چون گیجا های فکر عقیده و بگیم همی عصب خراب میکنن هم جینا. یکان روز شوی حلال خوب خو نمیبینی، فقط همی چشم تا روب خو میبره که کورچه در دست شمشیر، در دست شب و شب جنگ تو فلنگ خون ریزی و شب و شب دیگه سر میشه. این میل خود تا توقع غم بتن یک دولت های گفتی گپا خودت که مثال الحمدلله که اکثریت مردم که میگن با جینخوان میشیم از کاری صبح شام نمیتونن چگونه خودشون محافظه کنن. بسیاری هاش حتی قرآن اساس خوندن نمیتونن. بعضی هاش که میگم میخوام جینخوان شم میگم اتباع ما تطلو شیاطین بخوان، میگم میره نمیدونم. آخه ندونی چه خیلی جینخوان میشه یکمش. اول که شفای جانب الله بعضی ها شفا میده به عکس سوره فاتحه. مثلا مطلب من چیه که من نمیخوام که مثال همین درد غم دختون بگیرین. بعضی بچه‌هاش هم خیلی جینخوان شدن، چند خواندن باز میگه زنگ گرفتن نمیتون میشن، خیلی جای میره میگه اتکاز میشه و چیکار کنم؟ اون چی کارایی گفت جینخوانی 2 سال کردگیم همو غم داده ایستن نمیتونم یه زنگ گرفتم. میگم آخه برادران عزیز این کار شوخی نیست. من والله که من این گپ با اون خاطر نمیگم که من همین کار دایم، من این کار کسب کردگی نیست و نمیکنم. و بسیاری مردم از سبب اونه که همه اتکاز میکنن، مولای کلان سالامون بگیم انسانایی که بگیم داملاها و پیران سالان اصلا اتکاز میکنن همین کار برای که ضررشون در خودشون یا در فرزنداشون در اهل عائلهشون میرسونن. از هم خاطر من از سبب اونه کردم که کمک کردم به قدر استطاعت، چی قدر که تونستم کمک کردم. اگر که خداوند موفقم بگردونه، قدرتم بده، بگیم قوتم بده تا که در همین راه به خاطر الله کمک کنم، ان شاء الله که میکنیم. و چی گفتنی هستم که بسیاریش که مثلا همین کار کردنیان پیش از آنی که یک کار میکنین بشین قد یک انسان اول مشورت کنین. الله در قرآن میگه که و شاورهم بالامر فاذا عزمت فتوکل. در هر یک کار شما مشورت کنین که مثال خوب گفتی ان شاء الله این کار رو شروع کردی، بعد توکل به الله بکن. برای بسیاری همون زن همون نه قرآن خونده میتونن، نه از کار صبح و شام خونده میتونن، نه خودشون محافظه کرده میتونن، نه فرزندها را. با همون خاطر باید چکو کنیم انسانی که این کارو میکنه باید اهل و عائله‌اش همش در قرآن باشن، با ذکر یاد عبادت الله باشن تا اینکه ضررشون نرسونن. بگیم پیش شیخ ها رفتن باید چکو کنین
الحم 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، آمن رسول 7 بار، قل والله احد، قل اعوذ برب. شوف کنده تنم بشکل خورای، یعنی سحر که نماز بامداد خونی، از کار صبح شام بخونی. مثلا همین کارها را باید بسیار بکنیم. باید تلاوت قرآن حداقل روزش 1 پاره، 1 پاره، 2 پاره باید بخونیم تا اینکه چی ضررشان جنان نرسانند. محافظه کردن از جن شیاطین. یعنی در این باره ان شاء الله که ما ویدیو خوب پر میکنم، خدا موفق بگردانه. یعنی کدام همین کار انتخاب کنین، اول فکر کنین تا اینکه آیا همین کار شما در کاره. من از سببی بگیم بخیلی و کینه و بغض عداوت دیگه والله نگفته استم. من از سبب اون که من همه چیز در خودم حس که استم. شب زند و عصر من در برد میخیزه، فرزندت و عصر عرس من میخیزی و را گفت که با خب میدورنی و میگه چیکار کردی؟ میگه نمیدونم چون چطوری خواب دیدم. میگه وعظ کردم خیسم. میگم گودک مایده های 7 ساله و 10 ساله و دیگه با هم خاطر مثال پیش از آنی که این کارا که میکنین چیکار کنین؟ فکر کنین. یعنی برای بیمارا ما چی گفتنیم که بسیارش میگم ما نماز میخونم نمیدونم چی خونده ایستیم دیگه و دیگه. بسم الله الله اکبر، توکلتون به الله بکنین. صدقاً والله که از الله طلب بکنین. الحم 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، آمن الرسول 7 بار، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 بار بخون. هر روز سحر بگو باذن الله ترى شفا میده. فقط تکیه به الله بک، از الله طلب کن. پروردگار بگو به سبب بیماری گناهان من عفو کن، رفع درجاتم بکن. یعنی در حسنات میزان حسناتم زیاد ثوابم بگردان. الله هر بندش به هر چی امتحان میکنه. و مخاطر لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشین. الله شفا دهنده های و اذا مرضت فهو یشفی. هر وقتی که بیمار شیم اون الله شفا میده. و مخاطر از رحمت خدا ناامید نشین. با دعا باشین.